پایان نیست. فلوی جلو میاد و تو اون شب بارونی با صدای آروم میگه سلام. راستش هنوز نمیدونم چرا منو نکشتی، ولی خوشحالم این کارو نکردی. واسط یه پیشنهاد دارم. پیشنهادش ساده است. یه بار دیگه ریست کن. با همه هیوله ها دوست شو. منم کمک میکنم تا سد جادویی بشکنه. بهت یه خونه میدم، یه خانواده و دوستانی که واقعا دوست دارن. فقط یه بار دیگه تلاش کن. ولی فریسک با صورت پایین چیزی نمیگه. انگار نمیخواد دوباره از اول شروع کنه. فلوی نفس عمیقی میکشه و اضافه میکنه میدونم سخته، ولی اگه دنبال پایان خوشی، سختیاشو باید با دل و جون بپذیری. هیچ پایان خوبی بدون درد، بدون جنگ، بدون اشک به دست نمیاد. همین حرفا کافی بود تا فریسک چشماشو ببنده و همه اون تصاویر قشنگ جلوی ذهنش ظاهر بشن. توریل که